سلام، امروز سه‌شنبه 29 خرداد ماه هست و توی این ویدیو میخوام بهتون سه تا کارت روزانه همستر رو معرفی کنم. خب طبق معمول میایم از قسمت ماین وارد میشیم و میایم توی قسمت پیارنتین و همستر تیوب رو میگیریم. خب این اولین کارت. دومین کارت یکم اینورتر کوین دسک هست که میبینید مال من قفله. خب پایینش نوشته چی؟ کوین تلگراف رو باید تا لول 10 ارتقا بدم تا این قفلش باز بشه. یکم بالاتر اینجا کوین تلگراف این رو میزنم و ارتقاش میدم. این لول 7 و حالا لول 8 هم گرفتم، لول 9 و یه دونه دیگه بزنم حله. لول 10 رو هم الان گرفتم. خب الان میام میبینم که کوین دسک باز شد قفلش و این رو روش میزنم و این دومین کارت و حالا سومین کارت توی قسمت لگال وجود داره. میام توی قسمت لگال و این قسمت یکم پایین‌تر لایسنس ایندیا این قسمت رو میزنم و این رو میگیرم. خب و این 5 میلیون امروز رو هم تونستم بگیرم.